آقای سر الکس فرگوسن، کسی که سالیان سال تیم منچستر یونایتد رو مربیگری و رهبری کرده، یک داستان خیلی جالبی رو توی کتاب رهبریش میگه و میگه یک بار درخواست کردم برم از نزدیک تمرین تیم ملی فوتبال آلمان رو ببینم و متوجه شدم که توی اون تمرین 2 تیم تشکیل شده و هیچ کدوم از تیم‌ها دروازه‌بانی درون دروازه‌اش نیست. تیم ملی آلمان تمرکز خیلی زیادی داشت روی حفظ توپ و اینکه چگونه توپ رو از دست نده. از همون تمرین به این دستاورد میرسه الکس فرگوسن که چقدر میتونه داشتن توپ اهمیت داشته باشه و خودش میتونه یک استراتژی باشه. میدونید که امروز تیم‌ها هر چقدر بتونن توپ رو بیشتر در اختیار داشته باشن، فرصت بیشتری میتونن ایجاد بکنن و عملاً تیمی که کمتر توپ رو به دست داره باید منتظر آسیب و خطر بیشتری باشه. این در کسب و کار هم صدق میکنه. ما به عنوان مربی و رهبر اون تیم اگر حواسمون به استکاک‌ها، به تک‌روی‌ها نباشه، ممکنه که توپ رو از دست بدیم و ممکنه آسیب پذیرتر بشیم. قطعاً وظیفمون اینه که به عنوان یک مربی هر جا می‌بینیم استکاک وجود داره ورود بکنیم، آستین بالا بزنیم، اون استکاک رو برطرف بکنیم و جلوگیری بکنیم از تک‌روی‌هایی که توی کسب و کار داره اتفاق میفته. هر چقدر این تیم توانمندتر بشه میتونه دستاورد بهتری به دست بیاره. یک ضرب المثل جالب هست که میگه ما نمیتونیم باد رو کنترل کنیم اما میتونیم بادمان رو در جهت خواسته خودمون تنظیم بکنیم. وظیفه ما به عنوان یک رهبر، به عنوان یک مدیر اینه که زیرساخت محکمتری ایجاد بکنیم و بتونیم به دستاوردهای بهتری برسیم. موفق باشید.